هلو گایز، چطورید بچه‌ها؟ جوکر هستم. خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم بدوارز پلی بدیم. بله، بدوارز. و چالش داریم. چالشمون اینه که هیچ چالش هر گیمی که میریم اگه وین بشه چالش سخت‌تر میشه، اگه لوز بشه چالش 2 برابر چالش قبل سخت‌تر میشه. پس در صورت سخت میشه. اینجا خوشی نداری جانم، داشت کاری داری پینگش یک. آره، ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و توی چنل دیسکورد هم جوین بشید. یه سرور ماینکرافت زدیم، بیاین یه تست بکنیم. یا حالا اصرار نمیکنم بیاین و بریم برای ویدیو. آره، چالش اول چی باشه نمیدونم. درود بر آل درود بر آل. درود، چون گفت درود جوابش میدم. بابا بله، ممنون. بله بابا گیری حلش قبول. مثلا چالش اول بگم بدون بود، اما چالش بدون استفاده از تولز. من راحت میره به سختی داشت. اون اول کار که سختی. بنده نو هم تو بیریج ادعایی هم ندارم. وایت وجود نداشت. گودن نوام میرفتم بالا تاکسیک بازی در آوردم. به قرآن که حوض کردم بزنم. نمیتونم فاش دادم ببینم. یزی جان به مختار بگو بیای. یور گیگا چند دادش. دستم نرسید. رفت بدم نوبه دیگه میزنم بدشو باید میکنم. فست بدم میره ولی خوب گفتم بدم میره. گفتم بلو وین میشه مطمئنم. سنم چرا بلو به گیرین راش نداده یا گیرین به بلو راش نداده. نگران کننده نیست. من نگران کننده است. کجا رفت؟ بک داد؟ بای چی سر او راش دارم نداده. بریج میزنم اما پیپیم در حد یک حال که میرم. پینگ خوب باشه میزنم. پینگ what the hell. شانس آوردم. فوروارد جامپش کنم تو اونجا رو. اوکی یه ریچ بدیم. من یه بلاک بتونم پلیس کنم. یه بلاک بتونم پلیس کنم. هلو مادا چی زده این؟ یه چیش کم نمیشد. سرد برم 200 الان می نویسه 300. گفتم الان می نویسه 300. 400. چرا حالا ما یه مچ رانیم تولز نگیریم.
پلیز خودکشی کرد. اوه نازم. پینگ منو ریدم تو ایران. خدایا الان بدتر شد چیکار. الان نوتولز که هست از وول استفاده نمی‌کنه که راحته. از گلد هم استفاده داشت. آروم باش. چه خبرت؟ اوتو کلیکه. گفتم از وول استفاده نمیکنم. بعد میام وول میخوام. یه دقیقه اینو بنده اون بالا دیگه. قارن که منم هوس کردم اوتو بزنم. وای جی چقدر به سگن این آقا. بیا پایین فایت بده. بیا پایین. حالا خب از اون طرف با این طرف اومدن چه فرقی داشت؟ تو که در هر صورت میمردی. واقعا درکشون نمیکنم پلیر تیرکس رو. میتونستی به قرآن تولز خریده. چقدر یه آدم میتونه توکسیک باشه. این مچ لوزشه. فکر کنم مچ باید نباید از آیرون استفاده کنم. وینم بشه نباید مچ باید از چیز استفاده کنم. آرمور نداریم ها. بیوف. ریدم تو این مپ. من نوه سک شدم بچه. گفتم آیرون نداریم. آره میشه رحم کنید. اگه وین استریک گرفتم یکم چیزش میکنم. وولم ندارم. باید از کلی استفاده کنم. این فوجش واقعا قوی. الان هم آرمور نمیتونم استفاده کنم هم آیرون. گلد نمیتونیم استفاده کنیم بچه. اوکی آیرون نمیتونم. گلد نمیتونیم استفاده کنیم. ببین آوانس اون کار تولز استفاده کنم. سورد استفاده نکنم. اینو بچه ساله هم عکس بخریم بریم بگیم داشت به قرآن که چلنجم. خیلی نوبی. به قرآن که نوبی. فکر میکنه من نوب سگم چون دارم از کلی استفاده میکنم. منم میگم از کجا یارو تولز خرید. تو بنازم بدت نره. من نمیتونم از تولز استفاده کنم. یه حقیقت ندارم. خب اوکی گفتیم گلد مصرفش امروزش بدش. بذارین من آرمور بخرم. آی آرمورم نمیتونم بگیرم. نمیشه نو دایمندش کنیم.
لطفا. نه بذار دایمند باشه. اوکی اومدم برای انتقام. من میام با یک کام. اگه دوتا وین استریک گرفتم یکیشونو به دلخواد ریموو میکنم چلنجو. بعد گیرین بلو رو نه. وات؟ گیرین با کیو زد؟ یلو رو زد؟ چجوری اومدی گیری؟ Shut the fuck. بچه باید نومرال بود چون مگه وین بشه قرار چلنج اصلا آی خدای من نمیتونم راه برم. چجوری اومدم دارم ویدیو میگم. لگ داشتم. ایران وطنم ایران. تکون بخور حداقل پینگ میره رو 500. داشت لطفا نکن. ای خلیفه دو تا دایمن داشت. ناراحتم که همین دو تا دایمن هم خوبه داشت. این پرات میگیریم. به قرآن که حوض کردم فوش مادر بدم بهت گیرم. رفت میده باجی. یارو رو کامبوش کردم به خاطر پینگ. وای خدا. بابا من خب لوزه مچ معلومه من با این پینگ چجوری بزنم. طرف ام جی نگاش کن. آیرون سورد داره آیرون آرمر داره. مرد گفتم نو آرموره. بیا گذاشتمش تو اندر چست. وای چه لوتی گرفتم ازش. این نورمال نوسن نه. من آرمون میخرم هیچ کاری هم نمیتونی بکن. من آرمون بتونستم اپسیدیان بگیم خب میمونم کیلفان. کارهایی که ما توی کرپ انجام. چرا دارم وول میخرم بابا نکن. نو ده 11 دایمند هم داشت. فورز میامش فورزش خرابه. گولد هم که نمیتونم استفاده کنم. این هم که مثل یه عقده‌ای. حاجی ناموسن چرا پلیرهای تریکس تاکسیک هم؟ چرا؟ من همینجا این ویزو میکنم. ترسیدم فکرم افتادم. اوکی فکرم نکند. نمیتونم از کلت استفاده کنم. چرا همه تجمع کردن رو بده من. چرا داری دور میشه.
بچه ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. ویدیو ادامه داشت، وسط ویدیو ما کم قطع شد و ببخشید صدا قطع شد، بعد ویدیو رو کاتیم کردم از اونجا به بعد. اون بچه هم که وین شد. آره ممنون میشم تایم ویدیو هم کم شد ولی جبران میکنم. ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و توی چنل دیسکورد هم جوین بشین و توی ویدیو دیگه فعلا خدا حافظ.